جنگ شاه با صدام. سحرگاه یکشنبه 21 بهمن 52 عراق حمله گسترده‌ای را با نیت اشغال خوزستان آغاز کرد. بلافاصله جلسه فوق‌العاده‌ای میان سران ارتش دولت برگزار شد. لشکر زرهی نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی از اهواز وارد عمل میشه و نیروهای عراقی رو تار و مار میکنه. واکنش ایران نسبت به تجاوز عراق چنان سریع بود که ساعت 9 صبح نماینده عراق در سازمان ملل در پیامی اضطراری از حمله ایران به عراق خبر میده و میگه که اگر ایران به حملات خود ادامه بده به 2 ساعت نکشیده که بغداد اشغال خواهد شد. عراقی که ساعت 6 صبح به امید فتح خوزستان به ایران حمله کرد، ساعت 9 صبح از ترس اشغال شدن به سازمان ملل پناه میبره. شاه در این رابطه گفته بود نیروی پنجم ارتش شاهنشاهی ایران در حالی وارد عمل شد و تجاوز را دفع کرد که اکثر افسران ارشد و ژنرال‌های فرماندهی ستاد مشترک در تهران هنوز خواب بودند. شبتون بخیر.